سلام بچه‌ها، چطورید؟ اسمم هست امیر تیگ. امیدوارم خوب باشید و خوش اومدین به ویدیو دیگه از کانال من. بچه‌ها امروز اومدیم در بازی مرد کوزه‌ای یا مرد چکشی یا هر چی شما بهش میگین که اسمش بکنم گتینگ اوور، نمیدونم چیه. امروز اومدیم این قسمت تونل که سخت‌ترین قسمت این بازی هست و خیلی توش اشکال دارن و حل کنیم، یعنی آموزش بدیم که چطوری از اینجا بریم بالا. زدیم تو آموزش گیم. بچه‌ها ببینید، برای رفتن بالا از این تونل یه چند تا کار باید انجام بدید که اگه اینا رو یاد بگیرید دیگه هر وقتم بازی رو هضم نس کنید دوباره میتونید ببریدش. پس حتما لایک این ویدیو رو بکوب و وارد کانالم شو. اگه از ویدیوهای دیگه هم لذت بردی حتما کانال منو دنبال کن، واقعا خوشحال میشم. و بچه‌ها ما برو بریم سراغ این ویدیو. بریم که بتونید از این تونل سخت عبور کنید. شما باید اینجا بیاین نه اینجا. باید حواستون باشه اون چیزتون نخوره به اونجا، به اون سنگ بالا. و ببین آهان اینجا سر سنگ که وایستادی اینطوری بزن بالا. یه اشتباهی کردم چون که اینطوری سریع چرخوندم این چکشو. حالا از اینجا بیا بالا دوباره بچه های بناده. همینجا که وایستادید همینجا حالا به هر روشی میتونید خودتونی فقط این سنگ بیارید، میدونید؟ یعنی مشکل اساسی ما اینه که روی این سنگ وایستیم و اینو بزنید بالا. رفته بدیم گوشی کمی هنگ نشون داد مثل لگ مانند، ولی ما نتونستیم بالا. کلا هدف ما در این ویدیو اینه که نه برای بار اول این مرحله رو ببریم، یعنی 10 باری چرا دیر بزنیم ولی خوب ببریم در اصل کار. وقتی 10 دفعه هم نتونی دیگه نمیتونی، چون که اعصاب دیگه میریزه به هم. واقعا بازی خیلی عصبانی کننده ایه. سازندش کلا فهمیده چی بسازه برای عصبانی کننده. میگن ایلومیناتی اینو ساخته بود. آقا این چیه که ایلومیناتی ساخته؟ این ایلومیناتیه. خب بابا اینجا که اومدی بریم 1 2 گیرش کن به اون چراغ. اینجا که اومدید باید اینطوری برقصید. ببخشید فقط گریه کن از این بازی خوشگل مشکل. هی میگم هیچی. یه دفعه من وقتی پری زدم مثلا دیگه نیازی به چراغ اول نبود، سریع‌تر رفتم گیر کردم به چراغ دو رفتم. و مشکل ما اینجاست که پرشمون قدرت نداره، میدونید؟ آخه چرا رفتی تو این کوزه؟ آخه یه گوشی میخوای واقعا؟ برای چی رفتی تو این کوزه اصلا؟ برو این بازی ما رو روانی میکنم شد. به خدا یه مدت که بازیش میکردم روانی شده بودم. بریم اومدید اینجا. اوکی تا اینجا اوکی. ببینید اینجا چکشتون رو گیر میکنید و یواش ببین تا اینجا اومدید. تون نیومدی که بخوای تون برید، یواش اومدی و اینجا هم یواش. ببین یواش. حالا وقتی رسیدی به این نوک قلعه یواش خودتو بنشین اینجا. حواستون باشه دوباره از این تونل نیفتید پایین. حالا اینطوری چکشو بزن به همین راه.
حالا میرتیک شده سلطان این بازی، کی رکورد و زد توی این آپاراتاکی. خب از اینجا به بعد شاید بذاریمش برای ویدیوهای بعدی، ولی حالا یه کمی از اینم بگیم. حالا تونستیم نتونستیم من روش کار میکنم و اگه توی کامنت گفتیم بذار اینجا این قسمتش هم سخته، این قسمتش هم میذارم. نگفتیم پایین یا حسین غریب. اگه یهو هم افتادیم اشتباه رفتید. اشتباه. حالا این که دیگه جزء از ویدیو ما نیست، ولی خب من برای تفریح ببین اشتباه میریم. خیلی اصلا این بازی تو 5 دقیقه کمتر از تمام میکنم. اینم از این قسمته. ببین اینجا یواش دستو گیر کن به این. یواش حالا اینو بکش. نمیرسه به اون آخر. یواش اینجا دستو گیر کن به این. یواش حالا اینطوری باید اینطوری بیای. واقعا خیلی از اینا که اداش میشه و ادای استریمری هم نمیتونن اینجاش رو رد کنن. ببین اینجا خودتو باید بکشی، بعد اینجوری سری بیا اینجا، بری اینجا خودتو بکشی، نه اینطوری خودتو بکشی بیا اینجا، اینجاش هم سخته. میتونم اینجا رو بذارم برای پارت 2، ولی خوب کنچکاو. یواش اینجا احتمال افتادن پایین که خیلی زیاده. بهتون بگم اینجا که اومدین با امید خدا یا علی مرتضی. خب اینجا هم که دیگه رد کردیم دیگه چی میگیم؟ واقعا بازی من توی خیلی 20 دقیقه میتونم تموم کنم. ببین این کپسوله حالا میخوان ما رو نذارن واقعا بس کن دیگه. بچه‌ها از اینجا به بعدش رو میذاریم برای پارت 2. اگه خواستین پارت 2 بذارم این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون بفرستین، کامنت بدین، انرژی بدین، بگین پارت 2 رو بذار از ادامه اینجا. بگین مثلا ما توی بخش رد کردن اون چت که اونجا میبینید مشکل داریم تا من اینو براتون بذارم، مثلا بالاتر پایینتر بگین و من براتون بذارم. تازه اونایی که از ابتدایی هم مشکل دارن، یعنی از این مراحل اولش، تازه برمیگردم اول بازی رو براتون پاک میکنم، میام از اول و براتون دوباره اجراش میکنم. اگه خواستین از اینجا به بعد برم تو کامنت بگین، اگه خواستین از اول بیام باز تو کامنت بگین. بچه‌ها ما اینجا رو رد کردیم، این تونل رو و این مهم بود و دیگه اینجا هم نیازی نبود، ولی ما اینجا هم رد کردیم، قابلتون هم نداشت. ممنون که تا آخرین ویدیو با من بودید. لایک و کامنت فراموش نشه. با این ویدیو گوی با